مستاجرم و کولر واحدم سوخته، هزینه تعمیرش رو من مستاجر باید بدم یا صاحب خونه باید پرداخت بکنه؟ یا اینکه من میخوام برای پنجره ها توری نصب بکنم، این هزینه با منه یا میتونم از صاحب خونه هزینه‌شو رو بگیرم؟ هزینه تعمیرات واحدهای اجاره‌ای یکی از اختلافات رایج بین مالک‌ها و مستاجراست که امروز می‌خوایم در موردش صحبت کنیم و این دعوا رو برای همیشه تمومش کنیم. ویدیو رو حتما ببینین چون هم با مستندات قانونی صحبت می‌کنیم، هم راهکارهای تجربی بهتون میگیم. در مورد اصل مطلب یه توضیح کلی اگر بخوام بهتون بگم اینه که قانون صراحتاً گفته شده که تعمیرات اساسی بر عهده مالک و تعمیرات جزئی بر عهده مستاجره. مستند قانونیش چیه؟ ماده 486 قانون مدنی که من یه تیکه از قانون رو میخونم. تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره، یعنی در همون آپارتمان، برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک مگر اینکه خلافش شرط شده باشه. و یه ماده خیلی مهم دیگه که توی قانون روابط مؤجر و مستاجر مربوط به سال 62 هست، ماده 10ش گفته که تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‌های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشه بر عهده مؤجره. دقت کنید که گفته مربوط به اصل بنا یا تأسیسات، یعنی هر دو رو شامل میشه. و تعمیرات جزئی و همچنین تعمیرات تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشه با مستاجره، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگه‌ای خودشون با هم دیگه شرط کرده باشن. حالا ما توی قانون می‌بینیم که گفته تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی، اما یه اشکالی اینجا وجود داره. توی هیچ قانونی نگفته که تعمیرات اساسی کدومه و تعمیرات جزئی کدومه. بنابراین تعیین این مورد با عرف هستش. ما معمولاً تعمیرات کلی که هزینه‌های درشتری داره، مثل تعمیر تأسیسات ساختمون یا مثلا نشتی اگر رخ داده، تعمیر مربوط به لوله کشی‌ها، حالا آب، برق، گاز یا فاضلاب باشه، یا حتی مثلا اگر موتور یک کولر سوخته باشه، اینا تعمیرات کلی محسوب میشن. من حالا موردی بهتون میگم چند تا رو که یه برداشتی از این داشته باشیم و بعدا خودتون بتونید تشخیص بدین که کدوم هزینه ها کلیه و کدوم هزینه ها جزئی محسوب میشه. دوباره ما موارد دیگه ای رو داریم که من اینجا باز نوشتم. اگر مثلا توی سرویس ها نشتی رخ بده، اگر سیم کشی ساختمون نیاز به تعمیر داشته باشه، یا اگر در واقع جک درب آسانسور نیاز به تعمیر داشته باشه، اینا همه هزینه های کلی هست و شخص مالک موظفه که هزینه تعمیراتش رو پرداخت بکنه. هزینه های جزئی کدومه؟ هزینه های جزئی در موقع اون هزینه های خردی هستن که توی واحد هستش یا برای استفاده بهتر هست. هزینه های جزئی مثلا اگر لامپی نیاز به تعویض داشته باشه، اگر شیر آب چکه میکنه و نیاز نیست کل شیر آب عوض شه، بلکه مثلا با یک واشری یا با یک قطعه این خرابی رفع میشه، یا اگر کولر آبی بخواد پوشالش عوض بشه، اینا هزینه هایی که مستاجر باید پرداخت کنه. اگر آسانسور موتورش خراب بشه، مالک باید پرداخت کنه، اما برای سرویس آسانسور مستاجر باید این هزینه رو بپردازه. و دوباره حالا چند مورد دیگه هم بگم: تعمیر موردی کلید و پریز برق، تعمیر تهویه سرویس ها، رفع مشکل فاضلاب بعد از اینکه چند ماه مستاجر یا چند سال اونجا در واقع اقامت داشته. پس ما متوجه شدیم که یه سری تعمیرات کلی که هزینه‌های درشتر محسوب میشه با مالکه و هزینه‌های جزئی و خرد و ریز با مستاجر، یا هزینه‌هایی که در واقع اون مستاجر میخواد برای استفاده بهتر از اون واحد انجام بده. مثلا اگر مستاجر بخواد توری نصب بکنه بر پنجره‌اش، این یه هزینه‌ایه که در واقع برای استفاده بهترشه، پس هزینه‌اش با خود مستاجر خواهد بود. حالا ما در مورد این هزینه ها صحبت کردیم. میخوایم ببینیم که در واقع
نکته هایی برای تعمیر چیا هستن؟ به چه چیزایی برای تعمیر باید دقت بکنیم؟ یه نکته خیلی مهم که برای تعمیر در واقع حالا اون چیزایی که نیاز به تعمیر داره هست اینه که اگر مستاجر قرار تعمیری داخل مورد اجاره انجام بده، داخل اون آپارتمان انجام بده، حتما باید قبلش اجازه مالک رو داشته باشه. ما داریم در مورد تعمیر در واقع اون مسائل اساسی صحبت میکنیم که مالک باید پرداختش رو انجام بده. یعنی چی؟ ما مستند قانونی داریم، ماده 502 قانون مدنی که من الان متنش رو براتون میخونم. ماده 502 که درباره تعمیر بدون اجازه مجره میگه اگه مستاجر در عین مستاجره بدون اذن مجر، بدون اجازه صاحبخونه تعمیراتی انجام بده، حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت. این دیگه یه چیزیه که قانون تعیین کرده. دیگه اگر مستاجری و قراره یه سری تعمیرات اساسی داخل واحد انجام بدیم، مثلا همون کولر سوخته موتورش یا برد نمیدونم در واقع آیفون سوخته، اگر میخوای اینا رو تعمیر بکنی حتما از صاحب خونه، از مالک اجازه بگیر، چون اگر اجازه نگیری و بری تعمیر کنی دیگه هزینه تعمیر رو از مالک نمیتونی دریافت کنی. چرا؟ چون اجازه نگرفتی. پس اگر میخواین تعمیرات اساسی داخل واحد انجام بدین حتما قبلش از مالک اجازه بگیرید. حالا یه سوال مهم پیش میاد، اگر مالک اجازه نده چی؟ یا اگر مالک همکاری نکنه چی؟ مثلا ممکنه که بگین آقا کولر من سوخته و مالک همکاری نمیکنه که ما این کولر رو در واقع تعمیرش بکنیم یا هزینه‌اش رو پرداخت نمیکنه. البته از طرف دیگه ممکنه که یک خرابی توی اون آپارتمان حاصل شده باشه که مستاجر اجازه نده که مالک بیاد اون رو تعمیر بکنه. مثلا ممکنه که یک نمزدگی رخ داده و مستاجر اجازه نمیده که بیاد اونجا، حالا شاید به خاطر اینکه بخواد گرد و خاک بشه یا هر چیز دیگه اجازه نمیده که مالک بیاد اینو انجام بده. تو اینجور مواقع باید چی کار بکنیم؟ خب اول میریم سراغ این که اگر مستاجر اجازه نده چه اتفاقی میفته. اینطور مواقع خب همیشه پیشنهاد ما اینه که با گفتگو، با توافق بتونید به یک راه حل مطمئن برسید که اون مسئله رو حل بکنید، توی یک فضای صلح و سازش این اتفاق بیفته. اما اگر از این درمون نتیجه‌ای نگرفتیم میریم سراغ در واقع طرح دعوا. به مراجع شورای حل اختلاف یا دادگاه‌های عمومی و حقوقی مراجعه میکنه شخص مالک و در واقع یک دعوا مطرح میکنه، دعوای الزام به رفع ممانعت مستاجر که مستاجر اجازه بده که مالک بره و اون تعمیر رو انجام بده. اگر مستاجر اجازه نده، حالا در موارد خاص که این دیگه خیلی پیش بره، حتی به اینجا میتونه برسه که دادگاه حکم تخلیه مستاجر رو صادر کنه، ضمن اینکه اون خسارتی هم که به واحد یا به ساختمون وارد کرده رو هم بپردازه. پس این از طرف مستاجر. حالا اگر مالک این همکاری رو انجام نده چی میشه؟ چون ما گفتیم که مالک حتما باید اجازه بده دیگه. در این طور موارد هم مستاجر باید یک دعوایی رو مطرح بکنه تحت عنوان دعوای الزام به پرداخت هزینه یا الزام به تعمیر حالا اون موردی که پیش اومده تا در واقع موجب موظف بشه و ملزم بشه که اون هزینه رو انجام بده و اون تعمیر رو انجام بده. اگر اینجا مالک در واقع همکاری نکرد، مستاجر میتونه با نظارت دادگاه در واقع اون طرح دعوا رو انجام داده، با نظارت دادگاه بیاد خودشون تعمیر رو انجام بده و هزینه‌ش رو یا به طریق مطالبه بکنه یا از همون اجاره بهاش کم بکنه. و باز در این مورد هم اگر دیگه خیلی پیشرفته باشه، اگر اون ضرر خیلی بزرگ باشه و در واقع اون خرابی که اتفاق افتاده داره جلوی استفاده مستاجر از اون مورد اجاره رو میگیره، دادگاه حتی میتونه به در واقع فسخ قرارداد اجاره هم رأی بده. بنابراین میگم ما همیشه توی قدم اول سعی میکنیم که با سازش مشکل رو حل بکنیم، به یه توافقی برسیم و اگر اون نبود از طریق قانون اقدام بکنیم.
حالا در مورد اینکه ما پیشگیری بکنیم چه کاری میتونیم انجام بدیم. ما وقتی که توی ایوان قرارداد اجاره‌ای تنظیم میکنیم یک فرمی رو در نظر گرفتیم که فرم صورت جلسه تحویل هست. فرم صورت جلسه تحویل چیه؟ برای زمانیه که یک قرارداد اجاره بسته شده و در واقع قراره که این ملک تحویل داده بشه به مستاجر. اینطوریه که طرفین بعد از که حالا قرارداد نوشته شد، موقعی که میخوان کلید رو و واحد رو تحویل بدن، مالک و مستاجر به اتفاق میرن داخل آپارتمان و آپارتمان رو همه زوایاش رو بررسی میکنن، بخشای مختلفش رو تست میکنن و شرح حالی از وضعیت اون آپارتمان رو توی این فرم مینویسن. این فرم در واقع به این صورته که یک تاریخ داره. این فرم هم در واقع فرمیه که خودمون طراحی کردیم. شما میتونید این رو خودتون توی ورد طراحی بکنید یا به صورت دستی حتی بنویسید. فقط مهم اینه که چند تا نکته‌ای که در موردش میگم رو رعایت بکنید. تاریخ اینجا نوشته شده که تاریخ در واقع تحویل آپارتمان هستش. این فرم رو ما هم برای فروش هم برای اجاره استفاده میکنیم. دو تا گزینه داره، فروش و اجاره، که البته خب برای اجاره مصرفش بیشتر هست. حالا اینجا چی نوشته شده؟ کابینت، سیستم روشنایی، درپا، شیرالات، سرویس ها، نقاشی، کاغذ دیواری. یعنی مستاجر باید کل واحد رو بررسی بکنه، کابینت ها رو چک بکنه دونه دونه. یعنی پیشنهاد ما اینه دیگه، یک سال قراره حداقل 1 سال توی اون آپارتمان ساکن باشه، پس باید با دقت و با حوصله همه قسمت‌های واحد رو بررسی بکنه. شیره‌ها رو باز کنه، همه حتی توی سرویس ها، توی آشپزخونه در واقع کابینت ها رو چک بکنه و کولر رو چک بکنه، پکیج رو چک بکنه و همه شرح حال و وضعیتش رو توی این فرم بنویسه. کابینت، سیستم روشنایی، درپا، شیرالات، اگر آشپزخونه فرنیش هست بنویسه فرنیش شده یا نه، فرو مایکروویو، حتی برندشون رو بنویسه، چون این به درد مالکان 100% میخوره این فرم دیگه. برند اون چیز نوشته بشه. حالا ممکنه خراب بشه، مستاجر بخواد عوض کنه، بعداً اگر میخواد تعویض کنه از همون برند جایگزینش کنه. گاز و هود، وضعیت لباسشویی، وضعیت ظرفشویی، دستگیره ها رو حتی چک کنه. میبینید ما از کل به جز همه رو قید میکنیم و پایینش هم یه توضیحات داره که باز هر توضیحی که نیاز بود اینجا نوشته میشه و توافقات مالک و مستاجر هم اینجا نوشته میشه. ممکنه که مالک و مستاجر با هم دیگه توافق بکنن که حالا که این مسئله خراب شده، اگر مثلا برای کولر یه اتفاقی افتاد، اگر برای آسانسور یه اتفاقی افتاد، هزینه‌اش رو کی بپردازه و حتی چطور پرداخت بشه؟ آیا از اجاره بها کم بشه؟ آیا از مثلا ودیعه مستاجر کم بشه یا هر چیز دیگه؟ پس اینم قسمت توضیحاته. نکته مهمش امضاها هست. فروشنده، موجر، چون گفتم توی مسئله فروش هم ما اینو داریم، موجر اینجا رو امضا میکنه، مستاجر امضا میکنه، نماینده املاک ایوان ما نوشیم، در واقع اون کارشناسی که کارتون انجام داده به عنوان شاهد، به عنوان کسی که در واقع این معامله رو جوش داده برای شما، اینجا رو امضا میکنه و خوبه که شما امضای 2 تا شاهد رو داشته باشین که معتبر باشه. پس این فرم صورت جلسه تحویل میتونه اصلا خودش جلوی خیلی از دعواها و اختلافات بعدی رو بگیره، چون داره وضعیت اون واحد رو خیلی شفاف میکنه و توافقات داخلش نوشته شده. بنابراین با توجه به مواد قانونی که گفتیم، با توجه به راهکارهایی که بهتون گفتیم، امیدواریم که این اختلافات برای موجرها و مستاجرها پیش نیاد، چون یکی از چیزاییه که واقعا حالا جدایی از اون درگیری که داره، اون حال بعد، اون بلا تکلیفی ممکنه که مالک و مستاجر رو هر دو رو در واقع اذیت بکنه. امیدواریم که حتما از این راهکارها استفاده کنید. اگر مستاجری رو میشناسین اطراف خودتون، حتما این ویدیو رو براشون ارسال بکنید که استفاده کنن، چون مسئله مهمی هستش. اگر سوالی دارین توی کامنت ها از ما بپرسین، ما حتما با حوصله جواب شما رو میدیم. یادتون باشه که اگر چنل ما رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدین، چون ما هم آپارتمان های لوکس رو بهتون معرفی میکنیم و هم سعی میکنیم اون اختلافات رایج بین مالک و مستاجر رو بهش بپردازیم.
یادتون باشه که این ویدیو رو هم حتما لایک بکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.